oz yashab ko'p azob ko'rdim, gohida yiqildim, gohida turdim. Sevgidanam do'stanam bir barakay kuydim. Dedingiz jon bolam saqlama dilda g'am. Mehrni narxi yo'q do'stlarning soni, minnatli bo'larkan o'zganing noni. Lekin ota onangga kelmaskan maloli, bo'zlab qolma yo'qotgach hidlab ro'moli. سلام ای دل، سلام ای نوری دیده، سلام ای مردمی فرهنگ دیده. السلام علیکم بیننده های عزیز، تماشابینان و مخلصان شبکه شهنان. امروز جماعت ما با یک کیفیت اعلی در این دامنکوه میرانقول برای تبریک کردن گوهرانه که جشن زادروز دارند. از نام دادرانشان، از نام برادرانشان، از نام تمام اهل عائلهشان تبریک میگویم. مادر جان مهربان را همراه شمایان به هم ببینیم. با ما باشد، با شبکه شهنان ما آغاز میکنیم. رفتیم. السلام علیکم مادران عزیز، زن بانوان دیهه خوشمنظره میرانقول عزیز، پدران مهربان. من امروز در این خاندان زیبا، در این خاندان شادروان، پدر عزیزی خاندان محمد خلمک جمع آمدیم برای تبریک کردن مادر عزیز، مادر ارزنده و زیبنده، مادری که تمام جوانی خود را برای فرزندان فدا کردند. برای تبریک کردن گوهر خلا تشریف آوردیم. گوهر خلا مرحمت، پشمبو نزدیکتر میستیم. زاد روزتان مبارک باشد. مرحمت. از این طرف نزدیکتر استادیوم منبع. از این طرف. شغلایتی پیانو شما نزدیکتر میستیم. فرزندان را تکلیف میکنیم. مرحمت. سیاوشکا، فردوسکا شما را میخواستیم با نزد مادر جان تکلیف کنیم. امروز گوهر خلا جشن زاد روزتان بوده است. صمیمانه صدقاً شخصا از نام خود، از نام جماعی خود، بعد از آن از نام برادرانتان، از نام دادرانتان تبریک میگویم. گفتن برادران گگرین بابا، مداقل بابا، ایگم بابا، دانیار بابا، خالیار بابا، خواهر عزیزی ما، یک خواهر بعد از در گذشتن پدر مادرمان برای ما مصلحتچی، دعاگوی، خبرگیرک ما امروز جشن زادروز دارد. جشن زادروزشان پیغمبر سالیش مبارک باشد. همیشه صحت سلامت شده گردد. برایشان رسانید که دو دیده غمگسار دارد خواهر، دو دیده غمگسار دارد خواهر، بوی وطن و دیار دارد خواهر. چشمش پر آب است و دیداری گسل، صبح است که صد بهار دارد خواهر. خواهر ما تسکین دل ما هستند. خواهر ما هر بار بینیم اگر از آن چهره مبارکش ما چهره مادر ما یاد میکنیم، چهره پدر ما یاد میکنیم و همیشه صحت سلامت باشد. درد و را هیچ وقت ندیده در سر ما صحت سلامت شده گردد. زادروزش مبارک. و از نام فرزندان عزیزتان، از نام یکا و یگانه دختر نازنینتان شهلایتی، از نام سیاوشکا، فردوسکا شما را تبریک میگویم. بعد از درگذشتن پدرمان خدا رحمت کند، پدرمان بر وقت رفتن از این عالم، مادرمان ما را با یک مهر و محبت، با یک عذاب‌ها، پستی و بلندی‌های زندگی با وی رساندند. از هیچ کس کم نکردند، قوت دل شدند. هم پدر هم مادر شده برای ما مهر و محبت زیادی را برایمان عطا کردند. همیشه ساق سلامت گردند، هیچ وقت درد و داغ زندگی را نبینند. ما نقص می‌بینیم مادرم، تاج سر طلایی میکنیم. پیغمبر خدا هم گوهر خلا فرمودند آنقدر با زیبایی جنت که همه تعریف میکند زیبایی جنت را، آنقدر با زیبایی جنت ان همون کلید در جنت در زیر قدمان مادران است. برای مادر خدمت کنیم اگر سزاوار الهمان کلید در جنت میشویم. جشن زادروز مبارک. امروز فرزندان عزیز برایتان میگویند ارزد به هر دو دنیا یک حرف نام مادر، ارزد به هر دو دنیا یک حرف نام مادر، بعد خدا و قرآن باشد مقام مادر. گر شاهم و وزیرم، سلطان یا امیرم، دنیا به دست گیرم، هستم غلام مادر. مادر مرا بیزاده است،
مادر مرا بیزاده است، آغوشی مهر کشاده است، شیری سفید داده است، خوش است نام مادر. نام مادر در تمام زبانها ترجمه کنیم اگر یک لفظ شیرین را البته وصف میکند و از آن شنیدن نام مادر دل فرزندان تسکین مییابد. امروز روز خرسندیتان مبارک و البته از نام شهلایتی برایتان تشکر میرسانیم. گفتند که اگر ما در دم جوانی دل مادر را رنجانده باشیم هزاران عذر میپرسیم. در سر من سایبان باشند. مادر هم خیلی شخص بود است که هیچ وقت از فرزندش نمیرنجیده است. فرزندش چیکار کند اگر پشت و پناه میشد است. این بزرگترین شخصیت مادر است. چشمه خشک نشونده فرزندان مادر است. روز خرسندیتان مبارک باشد. حاضر از نام فرزندان برایتان یک دستگل زیبا تیار کردیم. مرحمت مهمانان قرصکی بلند زنیم اگر دستگل را میسپاریم. مبارک باشد. زاد روز مبارک. زاد روز مبارک. چراغم مادر، تنها گلزاری با هم مادر، بعد از خدا تنها امیدم مادر، من با دعایت رو سفیدم مادر، مادر پرستار دلم، ای روشنی بخشو چراغ منزلم، مادر پرستار دلم، ای روشنی بخشو چراغ منزلم. قلبی منی این آرزوی آخر است، گویم بهش لرزه پای مادر است، ای وای من قدری تو را نشناختم، من را ببخش تنها به خود پرداختم، مادر پرستار دلم، ای روشنی بخشو چراغ منزلم، مادر پرستار دلم، ای روشنی بخشو چراغ منزلم. ریزد آبی او بیهوده نیست، از غم مادر نریزد آبی او از دیده نیست، در غم مادر شریکم، در غم مادر شریکم، چونکه آن قرض من است. زاد روز مبارک، روزی خرسندی را مبارک باد میگویم. البته نیت های نغز و نیک را خواستیم در این وقت شنویم. شهلایت یک تقصیر که تبریک کنیم مادر جانه. مرحمت. سلام علیکم مهمانان گرامی، من امروز روز مادرم خوش آمدید و درگاه مادرم. من از تمام کداهایی که هستم در وقت جوانی از همش از مادرم عذر میپرسم. این روز همه روزای نقشه و من فقط دیدگی روزان فقط همیشه روزای خرسندی که تگذرد. الان سخصور شوید. هزار رحمت تشکر میگویم. البته مرحمت.
Assalomu alaykum. Hamyakotunga xush omadi. Imroz rozguzi apiman. Gavharo, ilim gavharo jato abada. Ami apam ilim bedar shavam, begam shavam, dar buloy farzandoshun sog' salomat dar buloy muhoyam. Bedar to begam garam. Ilim saqsog'li shavam. Ruda ko'y naqda bino. Mani binevarak ke xo'shuna, baxtushuna binan. Umra ko'y naqd binan mikun. Hamyakotun xushomad sog' bo'lsa salomat bo'lsin. Hazor rahmat, tashakkur میگویم. مبارک باشد. مبارک باشد. زادروز مبارک. جشن پیغمبر سالی مبارک باشد. از برایتان مادر عزیز خدا کند که در این خاندان زیبا در این باغ برهوا سالهای آینده با حج آشی‌ها شود، روزهای خرسندی شود. البته برایتان نیت کرده فرزندان من کتاب قرآن را هم چون برایتان تحفه تیار کرده. مهمانان باز یک قرصکی بخواد میزنیم، کتاب قرآن را میسپاریم. مرحبا. زادروز مبارک و البته شهلایت سیاوشکا فردوسکا به نزد مادر نزدیکتر میستیم. شیرینی رو میبریم، از آن شیرینی یک جای تناول میکنیم. کلین پادشاها مرحمت شمایان را نیز تکلیف میکنیم، از شیرینی تناول میکنیم. مرحمت. مبارک باشد. زادروز مبارک. مرحبا. سیاوشکا فردوسکا همراهی مادر شیرینی رو میبریم. مرحمت. زادروز مبارک. روزی خرسندی را مبارک باد میگویم. البته تبریک میگویم. زادروز مبارک. دانیال آمد یک تا خواهان را تبریک کنیم در روز خرسندی هستم. من آمد یا رقصش کتی می تبریک خوش رقصش کتی گوهر خاله من در اینجا یک گروه خیش و تباران نزدیکان حضور دارند از نام زنبانوان، یکی از آن فعالان دهه میرانخول معلم خالد تاورا میخواستیم سخنهای تبریکاتیشان را شنویم. مرحمت. معلم رحمت تاور نیز شما را نیز میخواستیم نزدیکتر بیایید. مرحمت.
مرحمت. السلام ایزی همه روی جهان زیباتران، السلام ایزی همه روی جهان داناتران. این سلام است که ما از دل جان آوردیم، تحفه از دل به دل آدمیان کردیم. السلام علیکم خواهران عزیز، دادران کرامی، عروسکان دور آرا. من امروز در درگاه شادروان سمیح محمد خلکه استاد عزیز بزم است. روزی زادروز است. امروز این مادر مهربان زادروز دارم. من از نام تمام مردم دیهه میرانکول که در دیهه میرانکول 3311 نفر انسان ها زندگی میکنم، از نام تمام ارمین اهل میرانکول خواهر عزیز را با این زادروزشان تبریک و مبارکباد می نمایم. با گوهرایتی تمام خوشی های زندگی را آرزومندم. الها در سر فرزندان صحت سلامت باشد خواهر عزیز، چون آفتاب درخشان باشد و نورهای گرم خود را همه وقت در سر امین فرزندان نبیرگان پاشیده گردید. روزی بدی شما انمی خیلی گذرد خواهر عزیز. به شما میگویم که چو سعدی پیر گردید خم نبینید، چو سعدی پیر گردید خم نبینید، چو حافظ شاد باشد غم نبینید، چو سینا عاقل و فرخنده باشد، چون جامی بر دل و بر دیده باشد. البته همه ما میدانیم که گوهرایتی برای 3 فرزندشان هم پدرند و هم مادرند. روز و شب مهنت کردم، همین فرزندهای خود را به وایه رسانده خاندار کردم. من یک چند صاحب نبیره ها هستم. عروسانی زیبا در خدمت انمین گوهرایتی اند. الها خواهر عزیز دائما صحت باشد، سلامت باشد. باز یک بار دیگر میگویم که زادروز مبارک باشد. ای خواهر جان زادروزت مبارک باشد، پیشی بغلت نبیره و عبیره ها قطارک باشد. زنده باشد، دائما در سر فرزندان صحت و سلامت باشد. تمام خوشی های زندگی برای شما خواهر عزیز. تبریک میکنم. از نام انمین گوهرایتی، از نام سیاوش جان، از نام شهرآی، از نام فردوس جان، از نام انمین دو گل عروسکان زیبا، نبیره های زیبا، همه شمایان همدیاران را به همین درگاه خوش آمدید میگویم. خوش آمده دوستان کرده شاد ما را، خوش آمده دوستان کرده شاد ما را، تبریک می نمایم با این زادروز شما را. در کوه مهربانی دوستان قدم گذارید، در کوه مهربانی دوستان قدم گذارید، تا اینکه باز بینیم دیدار آشنا را. جای شما رفیقان بالای دیده ما، جای شما رفیقان بالای دیده ما، حسن شما منور بنموده این بنا را. از نام انمین خانواده و سخندانی عزیز فرزندک شیرینم حسین جان تشکرها میگویم. خوش آمدید فرزند شیرینم. به شما صحت سلامتی عمری دراز، به کارهای آینده این گروه شمایان موفقیت های کلان آرزومندم. دائما در روزهای نیکی مردم دیهه، نه تنها در خدمت مردم دیهه، در خدمت ناحیه، در خدمت ولایت و در جمهوری همین ازبکستان صحت و سلامت باشد و کارهای شما رواج. زنده باشد فرزند عزیز. هزار رحمت. تشکر معلم عزیز. هر یک سخن‌های اثباتش کردی شما فعالان زن‌های دیهه کنین گپاتون میگذرد می نمی همه کس خیزیم یک رقصیم خورسندی کنیم در این کاشانه زیبا. ما سرودهای شوق را تیار کردیم، یک جای در این میرانکول زیبا می رقصیم که امروز بزم است خورسندی است. مرحمت مادران عزیز، سرودهای شوق و رقصی برای شمایان یک جای همراهی صاحب جشن ها می رقصیم خورسندی میکنیم. زادروز مبارک. مرحمت. Yeah.
Baxt davlat başımdagi toj kuy alanga yayrar dilxiroj Baxt davlat başımdagi toj kuy alanga yayrar dilxiroj Farishtadek yoyib qirq quloch avvalarda o'ynasin onam Farishtadek yoyib qirq quloch bolam debam ular fidoyi orzulari qoltur samoyi bolam debam ular fidoyi orzulari qoltur samoyi yorug' yuzligim go'zal nurali davralarda o'ynasin onam yorug' yuzligim go'zal nurali davralarda Thank you.
başımdaki taç Tüy alenge yangradı xiraç Taxtı davlat başımdaki taç Tüy alenge yangradı xiraç Fariştedek yayıp kırk kulaç Davralar zaya oynasın onam Davralar zaya oynasın onam Toylar kurda oynasın onam نیومدی بی تو شب من تاریکه با من باشه عشقم دنیامون تیکه به یاد تو هر شب آسون می ندیسم جای تو قلبم خالی عزیزم جگر من سر من شب و بیا سوی من دنیای من دلبر من مهتاب خوشگل شبای من جگر من سر من شب و بیا سوی من دنیای من دلبر من مهتاب خوشگل شبای من نیومدی بی تو شب من تاریکه با من باشی عشقم دنیا همون تیکه تو هر شب آسوبی ندیسم جای تو قلبم داری عزیزم جگر من سر من شب و بیا سوی من دنیای من دلبر من مهتاب خوشگل شبهای من جگر من سر من شب و بیا سوی من دنیای من دلبر من مهتاب خوشگل شبهای من اومدی تو دنیای من به تو عادت کردم رفتی من پیش خدا از تو شکایت کردم دست چیزی تو دفترم از شب تو را میخوندم تو من قابل گفتی که بهان میمونم جگر من سر من شب و بیا سوی من دنیای من دلبر من مهتاب خوشگل شبهای من جگر من سر من شب و بیا سوی من دنیای من دلبر من مهتاب خوشگل شبهای من بله بله مورد باشه عاشقی روی من بسته‌ای روی من گوشه‌ای روی من سری زیبا عاشقی روی من بسته‌ای روی من گوشه‌ای روی من سری زیبا عاشقی روی من بسته‌ای روی من گوشه‌ای روی من سری زیبا عاشقی روی من بسته‌ای روی من گوشه‌ای روی من
شویله سردارم خیله اول ona mehriga to'yib shirin shirin suhbatlar qurib avval ona mehriga to'yib dunyo uchun bir chetga surib onangizni bir yo'qlab qo'ying onangizni bir yo'qlab qo'ying beshik quchib tunlari bedor siz uchun qalbi chekardi ozor balki qumsa qolgandir diydor onangizni bir yo'qlab qo'ying onangizni bir yo'qlab qo'ying yo'lingizni kutar yilu oy solingandir sizni hoy onangizni bir yo'qlab qo'ying onajoningiz bir yo'qlab qo'ying tugamaydi bu dunyo onangizni mana بیننده‌های عزیز امروز زادروزی ما پیغمبر صالح حالا دوام دارد ما باشد کار خود را انجام کردیم خرسند کردیم مادر عزیز را میگویند دل کسی را شاد کردن و زیارت کعبه الله برابر است امروز از عهده کار خود برآمدیم یا نه بهر شمایان حواله کردیم با ما باشید با شبکه شهنان خود را احتیاط کنید